در دانشگاه کلمبیای نیویورک به عنوان آغازگر خیزش ضد صهیونیستی دانشجویی در آمریکا، با اینکه پلیس ضد شورش یک بار چادرهای دانشجویان را به کلی جمع‌آوری و شمار زیادی از آنان را دستگیر کرده است، همچنان صدها دانشجو در حمایت از مردم غزه و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی تحصن کردند. ما منتظریم تا دانشگاه برای جلوگیری از تداوم نسل‌کشی در غزه کاری انجام بده و نشون بده که در این جنایت‌های اسرائیل شریک نیست. در ایالت بوستون آمریکا هم پلیس به تحصن مسالمت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه نورث ایسترن هجوم برد، چادرهایشان را تخریب و حدود 100 دانشجو را هم دستگیر کرد. صدها پلیس با تجهیزات کامل ضد شورش وارد دانشگاه و محل تحصن ما شدند. اردوگاهمان را نابود کردند و در فضایی پر از وحشت و بیرحمی تعداد زیادی از همدانشگاهی‌هایمان را دستگیر کردند و بردند. وضعیت در دانشگاه بلومینگتون ایالت ایندیانای آمریکا هم همین گونه بود. پلیس بعد از سرکوب تحصن مسالمت‌آمیز دانشجویان 33 دانشجو را هم دستگیر کرد. خشونت مسلحانه بر ضد دانشجویان، آن هم به جرم برپا کردن چادر و نشستن در چمن و بیان دیدگاه‌هایشان واقعا مسخره است. به چه قیمت و با چه هدفی چنین درجه از خشونت و سرکوب در دانشگاه اعمال می‌شود؟ رئیس جمهور باید به جای اینکه نظامیان و ماموران سرتاپا مسلح رو به دانشگاه اعزام و تکدیراندازا رو در پشت بام دانشگاه مستقر کنه، به آزادی بیان دانشجوها احترام میذاشت. در دانشگاه ایالتی آریزونا هم پلیس با یورش به تجمع دانشجویان چادرهای آنان را جمع‌آوری و 69 دانشجو را دستگیر کرد. اینجا در اصلی دانشگاه نیویورک، همونطور که می‌بینید این موانع فلزی اینجا ایجاد شده برای اینکه جلوگیری بشه از ورود و تحصن مجدد دانشجویان در این فضا. بعد از اینکه در یکی دو روز گذشته پلیس چادرهای اونها را از اینجا جمع‌آوری کرده، با این حال دانشجویان این دانشگاه به همراه دانشجویان بقیه دانشگاه‌های آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که اعتراضاتشون رو به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تا توقف کامل حملات این رژیم به مردم غزه ادامه خواهند داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل در اصلی دانشگاه نیویورک.